إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. پروردگار بزرگ در آیه متبرکه می‌فرماید که یا ای الانسان، ای انسان، ما غرک بربک الکریم، چی تو را مغرور کرد به این دنیا، مال دنیا، زن دنیا، ثروت دنیا، ساختمان‌های بلند منزل دنیا، موتر دنیا و پوست و منصب دنیا و دارایی دنیا تر از پروردگار در مقابل پروردگار مغرور کرد. حالا تو دیگه خدای خدا نمیشناسی، رب خدا نمیشناسی، صاحب خدا نمیشناسی، دیگه او آدم سابقه نیستی. پروردگار بزرگ باید چی میفهمد؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ای او ذاتی که او بهترین صورت، بهترین زینت که تو خواستی برای تو داده، زیبایی برات داده، چشم و ابرو برات داده، چشم خوب برات داده، زبان خوب برات داده، جسم خوب برات داده، اما شکرانه این نعمت پروردگار خدا نمی. پس مقصر نیستی تو؟ بله. رکب کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین. ای تو تکذیب کردی، تو دروغ شمرد روز قیامت. وای برو کسی که روز قیامت دروغ بشماره، تکذیب بکنه، بگه ما روز قیامت بلند نمیشیم، دوباره زنده نمیشیم، دوباره نمیمیریم. این یک افسانه میدانه و این یک خیال خام میدانه. پس الله سبحانه و تعالی براتون میگه که کرامان کاتبین یعلمون ما تفعلون. ما برای شما کرامان کاتبین براتون دادیم، ملائکه های دست چپ و راست اما ایشون می نویسه اعمال خوب شما را، اعمال بد شما را بنویسه. چه خوب انجام میتین، چه کاری خوب انجام میتین، چه کاری بد انجام میتین، همین ملائکه های دست چپ و راست می نویسه. هر کاری که شما انجام میتین می نویسه. ببین اگر حرف خدا شما نگیرین، شما آن چیزی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم یه با واسطه نبی خود فرستاده شما با اون عمل نکنین، خدا چی میفرماید؟ ملائکة غلاظ شداد الله یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ای خدا او یک ملائکه های غلاظ بسیار زیشرو، بسیار هیبتناک، بسیار سیاه چرده خدا برای شما چی میگه؟ امر میکنه اونا را، یعلم امر میکنه با اونا. ملائکة غلاظ شداد الله یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. با اون ملائکه هایی که بسیار زیشرو و بسیار هیبتناک است، اونا نه گوش شنوایی داره نه چشم بینایی داره، گرچه هم چشم داره هم گوش داره، اما نه حرف شما را، داد و فریاد شما را میشنوه و نه عذابی که شما را میکنه میبینه. پس چی میشه اینجا؟ پس الله سبحانه و تعالی میفرما آنچه که امر میکنه، خدا میگه که آنچه که ما اونا را امر میکنم، با اونا دستور میتم، با اونا فرمایش میتم، اما تو کار انجام میده. پس الله سبحانه و تعالی در سوره الحاقه که اینجا میفرماید که برای مردمان بد و برای مردمان بد کردار و بد عمل و بی نماز و عاق پدر و مادر و به احترام و پدر و مادر و که هیچ احترام پدر و مادر نداره، احترام مردم نداره، یا برای زنهایی که احترام شوهر نداره، چی میگه؟ یا کسایی که نافرمانی خدا را میکنن، نماز نمیخوان، روزه را نمیگیره و غیره انجام میده. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه در سوره الحاقه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم خذوه فغلوه
ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. بگیرین این آدم بدبخته، این آدم بدعمل بگیرین، اینا با چیکار کنین؟ بگیرین اینا با زنجیرهای آتشین بندش کنین، با 70 متر زنجیر آتشین بندش کنین، امینو بگیرین. ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. وقتی با 70 متر زنجیر آتشین بندش کردین، پس چکنین اینا را خوب بسوزن تا اینکه نجنبد. سفیان ثوری رحمت الله علیه میفرماید که برای چی قدر میگه که اینا محکم بسته شود؟ میگه این 70 متر زنجیر آتشینه، اینا از مقعد انسان انداخته میشه، به دهن انسان برآورده میشه تا اینکه خیر در عذاب سخت خدا گرفتار شد.